از 24 تا 30 اپریل سال روان در شهر کوالالامپور مالایزیا دور نهایی المپیادای بین المللی برگزار گردید که در آن نمایندگان از 50 دولت دنیا اشتراک نمودند. خوانندگان تاجیک در المپیادای مذکور 60 جای افتخاری را صاحب گشتند. پس از اشتراک فعال و کسب مقام‌های افتخاری در المپیادای بین المللی برینکس، خوانندگان تاجیک از شهر کوالالامپور مالایزیا به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه خوانندگان را مسئولان ساحه و نزدیکان و پیوندان صمیمی استقبال گرفتند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه خوانندگان تاجیک را که در المپیادای بین المللی برینکس از فنهای متماتیک، فیزیک، شیمی، بیولوژی غالبیت به دست آوردند، ضمن بازگشت مسئولان ساحه، آموزگاران، والدین و دیگر از پیوندانشان صمیمانه استقبال گرفتند. مورد به یادآوری است که در المپیادای بین المللی برینکس تاجیکستان را 117 نفر از مؤسسه های تحصیلات عمومی مملکت معرفی نموده، از این شماره 12 نفر سزاوار مدال طلا، 12 نفر سزاوار مدال نقره و 36 نفر سزاوار مدال برنجی گردیدند. المپیاد از 24 تا 30 اپریل در شهر کوالالامپور مالایزیا بین خوانندگان 50 دولت دنیا برگزار کرده شد. خوانندگان مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه عمر خیام در ناحیه سینو شهر دوشنبه نیز 8 نفر فعالانه شرکت نمودند که خوشبختانه 4 نفر آنها صاحب جایهای یکم، دوم و سوم گردیدند و این از آن شهادت می‌دهد که زیر سیاست معارف پروانه پیشوای معظم ملت و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ساحه معارف سال تا سال روز رشد نموده ایستاده است. ما جواباً به همه این غمخوری‌ها باز وعده می‌دهیم که صف مدال‌های سطح بین‌المللی را در جمهوری تاجیکستان بیشتر نماییم. اشتراک فعالانه و نتیجه های نظررس خوانندگان تاجیک در این المپیادهای بین المللی دلیل رفشن سطح بلند آمادگی آنها و توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد ساحه معارف می باشد. امروز خوشبختانه همچون والدین همین شهر بچه بننگ و بناموس ملت شادمان و نوماجان که امروز در عرصه بین المللی در المپیاد اشتراک کرده از فن متماتیک با سر بلند با مدال طلا به وطن برگشت و در بین 200 دولت دنیا پرچم تاجیکستان را بلند برداشت. همیشه خوانندگان ما نامبردار و پرچم برداری ملت و دولت باشد. المپیادای برینکس میدان برای معرفی صاحب استعدادهای جوان، تبادل تجربه بین اشتراکداران از دولت‌های گوناگون و مساعدت به رشد منبع علم‌های دقیق و تکنولوژی‌های نو در بین نسل نورست بوده. برای آماده شوی خوانندگان به المپیادهای سطح بلند زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در این المپیاد شماره اشتراکچیان به 220 عدد رسیده بود که در مابین همان قدر نفر از فن متماتیک توانستند سوار جای اول گردند. میداری خدا با حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا با پیشوای ملت اساسدار صورت ملی محترم امام رحمان می‌رسانند که برای ما جوانان چنین چاره‌بینی‌ها را تشکیل نهادند که ما توانیم در مقام بین‌المللی تاجیکستان را پرچم بردار ملت وطن باشیم و تاجیکستان را در مقام بین‌المللی پرچمش کنیم. در پرتو سیاست معارف پرورانه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان، تاجیکستان در ساحه علم و استحصالات به دستاوردهای نظررس شرفیاب می‌گردد.